سلام، من عادل احراری هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد این موضوع فوق‌العاده مهم صحبت بکنیم. موضوع بکاپ گیری یا پشتیبانگیری از وبسایت خودمون. اگه دقت کرده باشید موقع خرید هاست اکثر شرکت‌هایی که هاست ارائه میدن قول میدن که بکاپ‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و به همین شکل بکاپ‌های دیگه رو برای ما بگیرن خودشون به صورت خودکار. ولی طبق تجربه و چیزی که این چند سال من دیدم واقعا نباید به حرف هاستینگ ها اعتماد کرد. نه اینکه قابل اعتماد نباشن، اینکه ما نباید سرنوشت وبسایت خودمون رو بسپاریم دست یکی دیگه وقتی که میتونیم به راحتی خودمون کار به این شکل رو خودمون انجام بدیم. حتی اگه خود هاستینگ هم چند جا برای ما بکاپ تهیه کنن، اینکه خودمون یه بکاپ جداگانه تحت اختیار خودمون داشته باشیم خیلی خیلی با ارزش هست. تو این چند سالی که دارم از وردپرس استفاده میکنم، بهترین افزونه بکاپی که تونستم همیشه به صورت خیلی پایدار و خوب ازش استفاده بکنم افزونه آپدرافت پلاس بوده. ورژن رایگانش هم داخل خود مخزن وردپرس هست. آره، این یکی همینجور که میبینید بالا 3 میلیون نصب فعال داره و امتیاز 5 از 5 از 4000 تا نظر. آخرین آپدیتش هم برای 2 روز پیش اینه که من ضبط کردم. همینجور که میبینید افزونه های دیگه هم دارن و نشون از قدرتمند بودن این تیم دیولپر میده. خب نصبش میکنم و فعال میکنم. خب همینجور که میبینید همین لحظه از من میخواد که یه استارت بزنم و برم داخل بخش تنظیمات. بریم تو بخش تنظیمات ببینیم چجوریه. خب همینجور که میبینید هیچ بکاپی من از قبل ندارم و الان میخوام برای اولین بار شروع کنم. من میتونم همین الان با زدن این دکمه تهیه پشتیبان و زدن تهیه پشتیبان شروع کنم به بکاپ گرفتن از سایتم و این کار رو انجام میده تا آخر میره و بکاپ من داخل هاست ذخیره میشه. خب همینجور که میبینید بکاپ تموم شد. اینجا مشخص از دیتابیس، افزونه ها، پوسته ها، آپلود ها و سایرین همه بکاپ گرفته شد. این سایرین منظور بقیه پوشه ها جز این 4 تا پوشه هست، جز این 3 تا پوشه هست. این دیتابیس کلا جداست. حالا من اگه بخوام همینا رو هم دانلود بکنم میتونم اینجا روش کلیک بکنم. میبینید میتونم بزنم و دانلودش بکنم تو کامپیوتر خودم به همین راحتی. خب حالا اینم میزنم از وب سرور حذف بشه. حالا اگه بخوام اینجوری بکاپ بگیرم و همیشه بکاپام اینجوری نگه دارم، مشخصا حجم هاست من اونقدر نیست که بتونه تعداد زیادی از این بکاپ ها رو داخل خودش نگه داره. پس برای این کار باید چیکار بکنم؟ من همیشه ترجیح میدم که بکاپ ها رو بفرستم به گوگل درایو خودم. میرم بخش تنظیمات. میبینید اینجا من میتونم زمان بندی بذارم براش. گفته چی؟ میتونم دستی این کار رو انجام بدم یا میتونم هر 2 ساعت، 4 ساعت و تا آخر. من ترجیح میدم روزانه یا هفتگی این کار رو انجام بدم. حالا اینجا میذارم هفتگی. دیتابیس من میذارم جداگونه دوباره هفتگی بکاپ گرفته بشه. خب اینا اون جاهایی است که من میتونم آپلود بکنم. حالا اگه جای خاصی دسترسی دارید میتونید از اون استفاده بکنید. من گوگل درایو استفاده میکنم چون راحت‌تر و سریعتر و امن هم هست. اینجا اون پوشه هایی که میخوام داخل بکاپ قرار بگیره، افزونه ها، اینم پوسته ها و آپلود ها. آپلود ها همون عکس ها و چیزایی که تو این رسانه آپلود میشه. اینا هم چیزایی هست که میگه اگه تو پوشه WP کانتنت من باشه دیگه ازشون بکاپ نمیگیره. میتونم با زدن این گزینه های دیگه ای رو هم اضافه بکنم. من فعلا در حالت عادی میذارم چون همیشه حالت عادی برای من همیشه بهترین گزینه بوده. اینم گفته اگه پوشه دیگه ای رو توی مسیر WP کانتنت من پیدا کرد اونم بکاپ بگیره یا نگیره. من زدم بگیره. البته اینا رو، این گزینه ها رو میاد چیکار میکنه؟ بکاپشون رو نمیگیره تا الکی حجم بکاپ من زیاد نشه. خب میام پایین تر. اینجا ایمیل هست. من میتونم فعالش بکنم یه ایمیل بره برای من وقتی که بکاپ تموم شد و با موفقیت یا با شکست مواجه شد. یه ایمیل برای من میاد. من خیلی فعال نمی کنم، خودم معمولا دستی میام میبینم. تنظیمات حرفه‌ای.
این حالت رفع عیب اگه مشکلی برای افزون بکاپ به وجود بیاد، میتونید با فعال کردن این گزینه داده هایی که اینجا به شما میده رو بفرستید برای پشتیبانی افزونه و برای شما مشکل رو حل میکنن. این گفته فایل ها رو خرد کن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه فایل های بکاپ شما بیش از 400 مگابایت شد، میاد یه 400 مگا تکه میکنه، بقیه رو تو فایل های دیگه قرار میده. یعنی اگه بکاپ شما 800 مگ شد، تو 2 تا فایل میاد این کار رو انجام میده. میتونم این عدد رو هم به راحتی مثلا تغییر بدم، بگم 500 مگابایت. فایل محلی رو پاک کن. یعنی چی؟ یعنی من اگه بکاپ رو بفرستم به سروری مثل گوگل درایو یا دراپ باکس یا هر جای دیگه ای، این فایل رو هم که تو هاست من هست راحت پاک میکنه که دیگه فضای هاست من اشغال نشه. همیشه اینو فعال میکنم من. اینم من میتونم از SSL استفاده بکنم که حتما ارتباط امنی داشته باشم با جایی که میخوام بفرستمش. اینم گواهیشو تایید میکنم. گفته چی؟ گفته وقتی مثلا به جایی مثل دراپ باکس و گوگل درایو اینا میفرستید، حتما تایید بکنه که داره به اونجا میفرسته و یه وقتی هکری چیزی اون بین ارتباط شما نباشه که اطلاعات داره میدزده. خب حالا من همیشه اینا رو به حالت عادی نگه میدارم. آخری این گفته اگه آپدیتی اومد خودش آپدیت بکنه یا نکنه. من ترجیح میدم همیشه خودم آپدیت بکنم. میایم بالا. برای اینکه شروع بکنیم کارمون، من روی گوگل درایو کلیک میکنم، چون همیشه گوگل درایو رو دوست دارم آپلود بشه، چون 15 گیگ هم فضای مجانی میده گوگل. برای من همیشه بهترینه. خب همینجور که ببینید ذخیره شد. الان داره به من میگه این لینک رو بزنم، برم و کارا رو ادامه بدم. الان باید تاییدی از گوگل بگیرم. بله همینجور که میبینید من قبلا وارد اکانتم شدم. اگه وارد نشدید اینجا ازتون میخواد که وارد اکانتتون بشید. یه تایید میکنید. حالا برای من یه تاییدیه میفرسته، من اینو تایید کنم. ممکن بود اون تاییدیه برای شما بیاد، ممکن هم نیاد. خب الان میریم مرحله بعد. اینجا باید الاو رو بزنم و اجازه بدم که استفاده بکنه، دسترسی داشته باشه به گوگل درایو من. و اینجا هم گفته که بله ستاپ تکمیل شده. برای تکمیلش باید روی این گزینه کلیک. الان برگشتیم داخل سایت خودمون. همینجور که میبینید میگه با موفقیت احراز شده. این هم حجمیه که دارم از گوگل درایو هم استفاده میکنم. این قسمت میگه اینقدر فضا در دسترس من هست. الان چی کار میکنم؟ الان میام تهیه پشتیبان رو میزنم. الان این گزینه ها رو بیام براتون توضیح بدم. اولی میگه آیا میخواید دیتابیس هم توی بکاپ باشه؟ همیشه باشه بهتره. دیتابیس از مهمترین بخش‌های سایت شما هست. اطلاعات نوشته ها، برگه ها، تنظیمات شما، محصولات، اینا اطلاعاتشون کامل داخل دیتابیس ذخیره میشن. هر افزونه‌ای هم که نصب میکنید یه دونه جدول داخل دیتابیس درست میکنه، اونجا اطلاعاتشو ذخیره میکنه. برای همین مهمترین چیزی که باید حتما بکاپ بگیرید دیتابیستون هست در واقع. اینا هم چیزای دیگه هست. الان اینجا فارسیش خیلی بد نوشته. افزونه ها، پوسته ها، آپلود ها، این هم پوش های دیگه که WP کانتنت هستن. اینا رو من میذارم همیشه باشن. اگه تعداد عکساتون خیلی بالا رفت، اونو میتونید آپلود ها رو بردارید تا سریعتر آپلود بشه و عکس ها رو جداگانه آپلود بکنید توی بکاپتون. الان من اینو نگه میدارم. مورد بعدی میگه چی؟ میگه send this backup to remote storage. یعنی چی؟ یعنی بفرسته به گوگل درایو که من الان ستاپش کردم. اینجا هم فعال شده. میتونم حتی چند تا اضافه بکنم به راحتی. آخرین گزینه، من همینجور که دیدید من اینجا تنظیم کردم که 2 تا بکاپ بمونه. یعنی این هر هفته که داره بکاپو میگیره 2 تا بکاپ آخر این تا 2 هفته قبل رو برای من نگه میدارم. میتونم این تعدادش رو عوض بکنم. اگر روی این گزینه کلیک بکنم این یه دونه بکاپ جز اون 2 تا قرار نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من هفته آینده بکاپ گرفته میشه، هفته بعدش هم بکاپ گرفته میشه و بکاپ این هفته من باید پاک بشه. ولی اگه این گزینه رو بزنم تا زمانی که خودم به صورت دستی نیام این پایینو حذفش نکنم به هیچ وجه پاک نمیشه. خب الان من میزنم بکاپ عادی رو. خب همینجور که میبینید داره به سرعت میفرسته به گوگل درایو من.
اینو که بکاپ که آپلود شد به راحتی میتونید برید و از سایت خودتون استفاده کنید. هر هفته هم این بکاپ خودش اتوماتیک گرفته میشه، فقط شما برگردید و حتما ببینید که هیچ مشکلی وجود نداره. خب الان چند وقتی از آخرین ورود من گذشته و من نیاز دارم یکی از بکاپامو برگردونم داخل سایت. باید چیکار بکنم؟ میام نگاه میکنم اینا مثلا آخرین بکاپم مال امروزه، من اینو میخوام برگردونم. به راحتی روی گزینه بازنشانی کلیک میکنم، انتخاب میکنم دوست دارم چه چیزایی برگردم، میزنم نکس، منتظر میشم فایل ها رو دانلود بکنه. خب حالا میگه فایل ها آماده هستن و ما میتونیم حتی انتخاب بکنیم چیا رو برگردونه چیا رو بر نگردونه. این کلی از جدول های دیتابیس ما هست. اگه نمیدونید چیه که همون بکاپی که مال همون روز بوده خودش برمیگرده. روی گزینه بازنشانی کلیک میکنیم، منتظر میشیم. خب همینجور که میبینید مراحل یکی یکی با دقت انجام میشه و تاییدیه‌اش رو بهتون نشون میده. بله همینجور که میبینید بازنشانی با موفقیت انجام شده و فایل ما ریستور شده. روی گزینه ریترن کلیک میکنیم و برمیگردیم داخل وبسایت خودمون. خب همینجور که میبینید اینم بهتون نشون میده، میگه سری فایل قدیمی همون فایل دیتابیستون و چیزایی که قبلا داخل وبسایتتون وجود داشته میگه به صورت پوشه‌های قدیمی قرار داده کنار. میتونید با زدن این گزینه حذف پوشه‌های قدیمی فایل اضافی رو پاک بکنید. البته پیشنهاد میکنم این کار رو خیلی سرسری انجام ندید. اول چک کنید، مثلا برید ببینید آیا مثلا فایلاتون سر جاشون هستن، عکساتون، نوشته هاتون همه چیز سر جاش هست یا نه. اگر همه چیز سر جاش بوده هیچ مشکلی وجود نداشت، میتونید به راحتی برگردید داخل اون افزونه کلیک بکنید و به این شکل من برمیگردم داخل افزونه. حالا میتونم بزنم چی؟ حذف پوشه های قدیمی. خب همینجور که میبینید فایل قدیمی من پاک شد و بکاپ من بازگشت داده شد. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشید. اگر سوال در مورد این آموزش داشتید میتونید مستقیم با من در ارتباط باشید یا در بخش نظرات سوال خودتون رو بپرسید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.